وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید که تا به امروز در قلمرو کشور قریب 13,000 نفر کودکان و نورسان معیوب تا 18 ساله از جانب دولت نگاهوبین کرده میشوند. بیشتر این کودکان معیوب مادرزاد بوده از نکاح خویشاوندی، اینچنین از والدین گرفتاری نشمندی به دنیا آمدند. وزارت تندرستی میگوید با مقصد معالجه و پیشگیری یک چنین بیماری و گرفتاری ها در تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز جمهوری طبی و ژنتیکی به فعالیت شروع کرده است. هدف اساسی تأسیس چنین یک مرکز رشد ساحه طبی و ژنتیکی در کشور، درست استفاده بردن ذخیره‌های مادی، تامین نمودن همه زمینه‌های کمک طبی و ژنتیکی از جمله مشورت‌دهی طبی و ژنتیکی، اسکرینینگ نیوناتالی بعضی بیماری‌های ارثی، تشخیص تا تولدی بیماری‌های ارثی با استفاده اصول‌های معاصر، پس نمودن سطح فقط کودکان سنی تا 1 ساله و پیشگیری معیوب شوی کودکان بوده است. نمود اساسی فعالیت مرکز جمهوری طبی و ژنتیکی پیشگیری علت‌های مادرزادی و ارثی برای تشکیل نمودن و گذرانیدن مشورت‌دهی طبی و ژنتیکی ریترو و پرسپکتیوی، تشخیص پریناتالی، تشخیص قبل کلینیکی نوزادان گرفتار بیماری‌های ارثی برای معالجه فرستادن بیماران و نظارت دیسپنسری عائله‌های مبتلای علت‌های ارثی میباشد. قابل ذکر است که هر یک نفر ازدواج کننده در تاجیکستان طبق طلبات قانون پیش از ازدواج این مرکز طبی را زیارت نموده از من بعد تشخیص حتمی میگذارد.